دوستان یه فیروزکو هم مثلا میریم برای فرش مثلا بالشویی از اینجا تا اونجا میریم. به خاطر این بعضی موقع مثلا این همه راه که داریم میریم بعضی هم مشتری مثلا ما رو خیلی اذیت میکنن. مثلا چند روز پیش یه خانومی زنگ زد گفت بیا آروم فرشا منو ببر. گفتیم باش. ما از جاجرود بلند شدیم رفتیم آروم. سید آباد رو رد کردیم. خانوم ما زنگ زده آقا من کنسلش کن نه. میگم خانوم شما صبح 2 دفعه 3 دفعه به ما زنگ زدی گفتی چرا نمیای؟ ما یه ساعت مشخص به شما دادیم گفتیم بین 12 تا 1 میای. حالا هم داریم میایم. ما سمت الان سید آباد رو رد کردیم. خلاصه گفت نه ما با دور زدیم اومدیم زنگ زدیم به طرف گفتیم آقا خدا رو خوش نمیاد نگاه کنید 20 تا بالشویی شما زنگ زدی چون راهش دوره نیومده. شما هم اذیت نکنید ما تا اینجا اومدیم. نه آقا نمیخوام. ما دور زدیم اومدیم و میرم شوابش دوباره به ما زنگ زد و یکی دیگه زنگ زد گفت آقا آرون میای؟ گفتم آره چرا نیای؟ اون بالاخره کاسبی باید. آقا بعضی از بالشویی ها هستن اصلا نمیرن چون یکم راهش دوره بعد نمیصرفه. حالا ما اصلا بیکاریم در مغازه اونقدر مثلا آدرس نداریم مجبوره دیگه زندگی خرج داره. ما گفتیم میای چرا نیای؟ گفت آقا بیا. گفتم چند تا فرش داری؟ گفت اینقدر اونجوری. ما فهمیدیم که این آدرس دیروزه. گفتیم آقا شما دیروز زنگ زدید آدرس دادید ما امروز اومدیم سید آباد رو رد کردیم برگشتی گفتی نیا. الان دوباره ما رو میخوای بکشونی اونجا دوباره دور بزنیم. نمیشه مردم آزاری نکن برو خود. نه آقا نه بیاید. ما دوباره زنگ زدیم به اون خانومی که شبش به ما زنگ زد بهش گفتیم خانوم اینجوریه جریان. گفت با شوهرم دعوام شده اینجوری و اونجوری فلان بیساره. گفتیم باشه میای. ما هم آقا حقیقتش ما نرفتیم گفتیم 2 ساعت 2 اینا میایم. گفتیم ما حقیقت اون دفعه مثلا بهش گفتیم 2 ساعت 1 میای مثلا یک خودش دقیق ساعت 1 به ما زنگ زد گفت نیاد. ما گفتیم ساعت 2 اینا میای. 2 شد 3 دیدم زنگ زد. تو آقا چرا نیومدی؟ گفتیم میای. خلاصه گفتیم شاید پشیمون بشه شاید نشه ما رفتیم و فرشاشو آوردیم و اومدیم. حالا اگه کسی دیگه بود به خاطر این که مثلا اونجوری اذیتش کرده بود میرفت مثلا 2 برابر مثلا پول کرایه‌شو میزد و اینا داغ دلشو خالی میکرد. ولی ما به خاطر این که میدونیم دیگه مردم کمی دست و بالشون خالیه و فلان و بیساره ما این کارو نکردیم. ببخشید سرتون رو درد دل ما بود. خداحافظ.